با تحولات اخیر تاجیکستان و جهان در روز 6 ایون من شعلای گلخوجه از استودیوی مرکزی رادیو آزادی شما را آشنا میکنم. نامگوی بعضی خبر و گزارش ها. وزیر سابق امور داخلی یعقوب سلیموف پیشنهاد کرده است که به مناسبت 20 سالگی امضای سازش صلح میان تاجیکان عفو عمومی اعلان شود. در ماه شریف رمضان یک فروشگاه شهر خوجند به مردم کم بضاعت به پول نان میدهد. این پیش از ماه رمضان هم بود و چند جا دیگه بودم دستگیری همون سخاوت باندانی برای اینطوری نهایت کاری بزرگ است. و کارشناسان میگویند بحران روابط کشورهای عربی با قطر ریشه عمیق دارد. اختلافات قطر و عربستان سعودی 22 سال پیش آغاز شد، وقتی که امیر قطر اون زمان از طرف پسرش برکنار شد. یعقوب سلیموف وزیر سابق امور داخلی تاجیکستان خواستار اعلان عفو عمومی محبوسان شده است. او در یک نامه به عنوان پرزیدنت تاجیکستان درخواست کرده است که در آستانه تجلیل از 20 سالگی استقرار صلح تاجیکان قانون عفو قبول شود. خود یعقوب سلیموف بعد از 13 سال زندان سال گذشته به آزادی برآمده بود. مردان محمد مفضول ادامه می‌دهد. به خاطر پیدا کردن جزئیات بیشتر درباره این مراجعتنامه به خانه یعقوب سلیموف زنگ زدیم، اما پیوندان یعقوب سلیموف به رادیو آزادی گفتند که یعقوب سلیموف به خاطر تبابت چشمانش به خارج کشور رفته است و امکان دارد این مراجعتنامه در خارج کشور به صفحه فیسبوکش جای داده شده است. ضمناً در نامه خود یعقوب سلیموف در مراجعت به امام علی رحمانوف گفته است باور دارم این پیشنهاد از جانب شما که با بخشیدن ها و سیاست صلح‌پرورانتان مشهور جهان گشته مورد مرحمت قرار گیرد. یعقوب سلیموف نوشته است این پیشنهاد را با عنوان نفری میکند که در برقراری صلح و ثبات در کشور تا اندازه سهمگذار است. ضمناً او با شرح این پیشنهاد 13 سال حبس خود را دسیسه های گروه های فرصت طلب خوانده خود را قربانی سیاست بازی های بی انصافانه نامیده است. در همین حال عزیز محمد خال محمدزاده عضو کمیته قانونگذاری و حقوق انسانی مجلس نمایندگان تاجیکستان روز 6 ایون به رادیو آزادی گفت تا حال در مورد قانون جدید عفو عمومی سند به پارلمان وارد نشده است و گفت طبق کنستیتوسیون تاجیکستان پیشنهاد لایحه قانون درباره عفو عمومی حقوق استثنایی رئیس جمهور تاجیکستان است. سوبیکت های حقوق تشبث قانونگذاری این گونه وکالت و حقوق را ندارند، یعنی نه وکیلان مجلس های ملی و نمایندگان و نه حکومت تاجیکستان چنین حق را دارد. تا حال از پرزیدنت در این زمینه به مجلس نمایندگان لایحه وارد نشده است. سال گذشته در رابطه با 25 سالگی استقلال تاجیکستان قانون عفو قبول شد. این قانون در مجموع نسبت 12,000 نفر از جمله 3,000 زندانی تطبیق شده است. در پی قبول این قانون یعقوب سلیموف وزیر پیشین امور داخلی و ظفر رحمانی عضو زندانی حزب ممنوعه نهضت اسلامی نیز رها شدند. مردان محمد، امرالدین عالموف، دوشنبه، آزادی. رو می‌آوریم به موضوعهای دیگر. پلیس بریتانیا نام هر سه گمانبر در انجام حمله 3 ایون شهر لندن اعلان کرد. اینها خورم شهزاد بتی 27 ساله، رشید رضوانی 30 ساله و یوسف زغبای 22 ساله می باشند. پلیس لندن گفت بت زاده پاکستان بوده، رضوان شهروندی لیبیا و زغبا از مراکش را داشت. هر سه حملگر بعد چند دقیقه حمله به راهگذران در بالای پل لندن از سوی پلیس کشته شدند. در حمله 3 ایون 7 نفر کشته شدند و 10 تن دیگر جراحت برداشتند. طول چند سال اخیر با شروع ماه رمضان ساکنان تاجیکستان عمدتاً از بالاروی نرخ محصولات و به مراتب مشکل شدن زندگیشان شکوه میکنند. ولی در این بین برخی از تاجران و افراد دارا در این ماه مبارک برای نیازمندان چتر خیر سخاوت را باز می‌نمایند. همین گونه در شهر خوجند یک تاجر اقدام تقسیم نان بی پول را به احتیاجمندان به راه مانده است. ویترینای مغازه امیر را در ماه رمضان نوشته زیب می‌دهد که مبلغ خرید خریداران 5% برای کم بضاعتان کم کرده می شود. نوشته دیگر نان بی پول برای احتیاجمندان بالای رفع‌های نان در 2 مغازه بزرگ امیر در خوجند گذاشته شده است و از آن افراد نیازمند نان می‌گیرند. کلاودیا بیروکووا یک زنی نفقه خور است که بار اول نانی بی پول می‌گیرد. کار خوبی کردند. آفرین. خدا برایشان سلامتی و خوشبختی و شادمانی دهد.
خانم بیریوکووا ҳамроҳи шавҳараш зиндагӣ дорад. ӯ мегӯяд нархи маводи ғизоӣ баланд аст ва чизи дилхоҳи худро харида наметавонанд ва зану шавҳар бо нафақаҳои худ зиндагии оддиву бо қаноат пеш мебаранд. ман бо эҳтиёҷи рӯзгор ба мағозаҳову бозор сар мезанам. нарх хеле баланд аст. ҳатто сабзавот мисли помидору бодиринг ва меваҳо хеле қимат аст. масалан 1 кило гилоси хуб 20 сомонӣ ҳаст. шавҳарам бемор аст, вале наметавонам барояш мева харам. сокинони ниёзманд ва солхӯрдаи шаҳри хуҷанд иқдоми додани нон ба эҳтиёҷмандон дар моҳи рамазонро иқдоми шоистаи дастгирӣ унвон мекунанд. اقدامی که برای احتیاجمندان پول بیپول نان ماندن بسیار اقدامی نیست. این پیش از ماه رمضان هم بود و چند جا دیده بودم. دستگیری همون سخاوتمندان برای ایجاد نهایتا کاری بزرگ است. ду супермаркети амид мансуб ба ширкати ҳамном дар хуҷанд аст ки шабакаи тарабхонаҳои зайтун, ширкатҳои текстил ва сохтмон ва мактаби хусусии амид мансуб ба он аст. илёсхон низомов мудири мағозаи амид аксияи нони бепул ба эҳтиёҷмандонро ба хотири дастгирии одамони нодору муҳтоҷ дар моҳи рамазон унвон мекунад. ширкати амид ба хотири ёрӣ ба маъюбон, бемороне ки имкони табобат надоранд ва камбизоату муҳтоҷанд, созмони ҷамъиятиро бо номи мурувват таъсис додааст. дар тоҷикистон ҳар сол бо вуҷуди дархостҳои мақомот ва тоҷирону фурӯшандагон нархи маводи ниёзи аввалияро дар моҳи рамазон афзоиш медиҳанд. имсол низ истисно набуд ва шурӯъ аз арафаи моҳи рамазон нархи гӯшти гов аз 32 то 35 сомонӣ ва гӯшти беустухони гов аз 40 то 45 сомонӣ боло рафт. барномаро идома медиҳем. дирӯз эҳтимолан барои аввалин бор дар ҳаёти худ сокинони қатар бо чӣ будани фурӯшгоҳҳои холӣ ошно шуданд. чунин вазъият дар ҳоле ба амал омад ки чанд соат қабл аз ин 4 кишвари Арабистони Саудӣ гуфтанд дар нисбати Қатар таҳрим ҷорӣ карда рафтуомади заминӣ, обӣ ва ҳавоӣ бо ин давлатро мутаваққиф карданд. Соҷидаи Мирзо ки ин мавзӯъро пайгирӣ кард мегӯяд, зоҳиран таъсири буҳрон танҳо бо дуконҳои холии фурӯшгоҳҳо маҳдуд намешавад ва ин нигаронии ҷомеаи ҷаҳониро ба вуҷуд овардааст. رئیس اتحادیه صادرکنندگان محصولات کشاورزی ایران روز دوشنبه 5 ایون اعلان کرد که تهران آماده است در دوام 12 ساعت مواد خوراکی مورد نیاز قطر را تأمین کند. طبق گزارش ها در پی قطع رابطه های عربستان سعودی و چند کشور عربی، مردم قطر به فروشگاه ها شتافتند و از ترس کمبود غذا دکان ها را خالی کردند. عربستان سعودی، امارات متحده عرب، مصر و بحرین قطر را به پشتیبانی از گروه های اسلامی افراطی و ناآرام کردن منطقه عیبدار نموده و روابط دیپلماتی را با این کشور قطع کردند. این تحریم برای قطر، کشوری که به واردات غذا و اشیا توسط خاک عربستان سعودی وابسته است، می تواند با نرخ گران انجام شود. سر از دیروز قطری ها سعی کردند که حداقل ذخیره غذا و آب را تکمیل کنند. در فروشگاه سیتی سنتری دهوه که از طرف شبکه فرانسوی کاریفور نظارت می شود، ذخیره گوشت به زودی تمام شد، ولی تاجران محصولات علاوگی به فروش برآوردند. حالا صرافی‌های قطری قبول ریال‌های عربستان سعودی و درهم امارات متحده عرب را قطع کردند. بسیاری ها می‌خواهند دلار آمریکایی خریداری کنند. طلبات رو به افزایش صرافخانه‌ها را زیر فشار قرار داد. بعضی صرافی‌ها معیار جاری کردند و به یک کس نه بیشتر از $3000 می‌فروختند. روز دوشنبه مولود چاوشاگلو وزیر امور خارجه ترکیه جانب‌ها را به مکالمه دعوت کرد. کشورها می توانند در هر گونه شرایط اختلاف داشته باشند، ولی آن را باید به طور آسایشته حل نمود. ایالات متحده آمریکا و کویت سعی دارند جانبها را به هم بیارند. روز سه‌شنبه وزیر کارهای خارجه قطر گفت کویت که در تحریم همراه نیست سعی دارد میانرو باشد. او افزود که قطر را به پشتیبانی از ایران و گروه‌های آشوبگر شیعه مذهب متهم می‌کنند. وزیر امور خارجه قطر گفته است که برای حل بحران جانب‌ها باید مکالمه باز را با احترام یکدیگر براهمانند. مقامدار قطری تأکید کرده است که کشورش راه نمی‌دهد که این بحران بر روابط با ایالات متحده لطمه بزند. قطر میزبان بزرگترین پایگاه هوایی آمریکا در منطقه خلیج است. барои шарҳи бештари мавзӯи буҳрони ба амал омада миёни кишварҳои арабӣ бо давлати қатар суҳбате доштам бо Марду Соғо, мудири минтақавии радиои Озодӣ.
خوش آمدید آقای مردو به برنامه ما و فرصت یافتید به صحبت آماده شوید. البته تو امروز 4 کشور عربستان سعودی اظهارات دادند و گفتند که به خاطر آنکه قطر از جنبش‌های افراطی و تروریسم پشتیبانی میکند، از این خاطر روابط دیپلماتیشان را با این دولت قطع کردند. اما در اصل پشت صحنه چی گذشته میتواند؟ در اصل موضوع حمایت از بعضی گروه ها البته وجود داره، ولی در اصل مسئله ریشه عمیق‌تری داره. اختلافات قطر و عربستان سعودی 22 سال پیش آغاز شد، وقتی که امیر قطر اون زمان از طرف پسرش برکنار شد. امیر سابق قطر طرفدار عربستان سعودی بود، دوست عربستان سعودی بود، ولی وقتی پسرش جانشین او شد تصمیم گرفت که قطر را به سمت استقلال اقتصادی ببره. شما متوجه باید باشید که تولید انرژی در قطر گاز طبیعی است و نه نفت، و به همین دلیل اقتصاد تولیدی و صادراتی قطر تفاوت بزرگی داره با عربستان سعودی، کویت و امارات. اونها بستگی به نفت دارند ولی قطر بستگی به گاز داره. از بعد از سال 1995 قطر قراردادهای بسیار زیاد و بزرگی امضا کرد با شرکت‌های غربی. تولید گاز از خلیج فارس را افزایش داد به مقدار بسیار زیادی و اکنون میتونیم بگیم که 60 تا 70% درآمد قطر از تولید گاز از آبهای دریایی خلیج فارس، زیر آبهای دریایی خلیج فارس. و از اون زمان با این استقلال اقتصادی که پیدا کرد سیاست‌های خودش را پیش برد با پول خیلی زیادی که داشت. مثلا درآمد متوسط در قطر حالا برای هر فرد $130,000 است که این 2.5 برابر درآمد فردی شهروندان امارات، پس خیلی ثروتمندتر از امارات. قطر تصمیم گرفت از گروه‌های فلسطینی مثل حماس دفاع کنه، روابط خوب با اخوان المسلمین داشته باشه. بنابراین برای سیاست منطقه‌ای عربستان که عربستان فکر می‌کرد خودش باید نفوذ داشته باشه، تصمیمات و سیاست‌های قطر نوعی سنگ جلوی پای عربستان بوده تا حالا و با کمکی با پشتیبانی که رئیس جمهور جدید آمریکا به عربستان سعودی داد، عربستان سعودی اطمینان به نفس پیدا کرد که جلوی قطر بایسته و قطر را مجبور به عقب نشینی کنه. کمیسیای ویژه میزانی خسارات را از آتش سوزی 2 بازار نویای فرخار در یک هفته پیش را معلوم کرده است. یک مسئول حکومتی نویای فرخار به رادیو آزادی گفت زیان سوختار نزدیک به 350,000 سومانی حساب شد. به گفته این مقام در آتش سوزی 70% تاجران توانستند که مال و کالای خود را از بازار بیرون بکشند. بر اثر سوختار شامگاه سه‌شنبه 30 می در بازار مرکزی نویای فرخار اکثر کل دکان‌ها به کام آتش رفتند. بازار مرکزی نویای فرخار از 2 بخش بازارهای فرخار و دنیا عبارت می باشد. مقامات محلی در فرخار سبب سوختار را در رسیدگی ناقل‌های برق بالای دکان‌ها شرح دادند. و روز 5 ایون در دادگاه شهر بیشکک محاکمه رهبری مخالفین اموربک تکیبویف آغاز یافت. رهبری 58 ساله حزب اتمکان با فساد متهم می شود. تکیبویف در طالار دادگاه ایبنامه‌اش را سیاسی نامید. او و سابق وزیر حالت‌های فوق‌العاده قرغیزستان دویشان قولچاتانوف با گرفتن $1 میلیون از یک صاحبکار روس در سال 2010 متهم می شوند. آن زمان تکیبویف معاون سروزیر قرغیزستان بود. هر دو متهم ایبنامه را رد کردند. و با امید خبرهای خوب برنامه امروز را انجام میدیم. خبرگزاری‌های بیشتر در سامانه آزادی.tj گذاشته شده است. تشکر برای همراهی و خدا نگهداری هر یک شما.